سلام، امروز قراره که بالاخره تکلیف یه سری از سوال‌ها رو مشخص کنیم. در خدمت آقای دکتر اسلامی هستیم. خیلی ممنون آقای دکتر که تشریف آوردین. اورولوژیست و جراح کلیه و مجاری ادراری و عضو انجمن اورولوژی اروپا و آمریکا. خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتین. می‌کنم. خیلی خوشحالم در خدمت شما و مخاطبین عزیزمون هستم. امیدوارم که مباحث مفیدی با هم صحبت کنیم و بتونیم وظیفه فرهنگی و اطلاع رسانیمون رو انجام بدیم. خیلی ممنون از شما. دکتر بریم سر اصل مطلب. سایز مهمه یا نه؟ خب خیلی سریع رفتید که اصل مطلب. مطمئناً سکس دو بخش ویژوال داره، بینایی و حالا بحث لامسه که مرحله 2 هستش. بله. سایز هم 2 تا عملکرد داره، یکی توی دید طرفین یعنی خود فرد و اعتماد به نفسی که براش داره و دید پارتنرش. همونطور که مثلا بدن یک خانم میتونه برای آقا تحریک کننده و جذاب باشه و بدن یک خانم دیگه نه، به خاطر حالا شرایط فیزیکیش. سایز اندام هم همینطور. طبیعتاً میتونه یک فردی که سایز اندام بهتری داره، اعتماد به نفس بیشتری داره توی رابطه و توی اصلا این اعتماد به نفس، من توی مراجعینم و مخاطبینم میبینم که این اعتماد به نفس جای دیگه زندگیشون هم هست. یعنی حالا به اشتباه یا به درست این قضیه توی آقایون خیلی مورد توجه. خیلی آدم ها هستن که همه جوره تکمیلن، همه جوره اوکیان و فقط یه حالا از نظر خودشون یه ذره سایزشون کوچیکه و میبینی که چقدر تو زندگی عقب افتادن. یعنی تو جنبه‌های دیگه تو جنبه‌های دیگه قطعاً. من همین اول بخوام مثلا مثال بگم خدمتون، آقای 40 ساله اومده مطب، من چکش کردم، همه چیش نرماله. بعد باید صحبت میکنم افسرده، خمیده، بی انرژی. میگه که دکتر تو آخرین شانسی هستی که من برای خودم تو زندگی قائلم و من اومدم دیگه، اگر تو گفتی نه دیگه من دیگه میرم، دیگه هیچی پیدام نکنه. میگم چیه مشکلت چیه؟ آره من سایزم کوچیکه. معاینش میکنیم میبینیم آقا این از اوریج و استاندارد نرمال جامعه حتی بهتره. تو تحصیل کردی، وضع مالیت خوبه، قیافت و فیزیک بدنیت کلا خوبه، فقط گیر دادی سر این قضیه و این اون آدم رو اعتماد به نفسش رو کوبونده، از بین برده و آدمی شده که از یک سنی به بعد افسرده شده. آدمی بوده که این آدم 40 سالشه، پاشو تا حالا تو یک باشگاهی نذاشته، از زمانی که عقلش رسیده اجتناب کرده، استخر تا حالا نرفته، مایو تا حالا نپوشیده و با هیچ خانومی بجز مراودات خیلی خیلی معمولی هیچ رابطه دوستانه‌ای نتونسته برقرار کنه و خودش اجتناب میکرده. حتی به خاطر شرایطش آدم‌های دیگه می‌خواستن بیان سراغش ولی چنان گاردی دور خودش بسته که هیچکی نتونسته بهش نزدیک بشه. پس هست، واقعا مهمه. بله. حالا ما 2 تا قضیه هستش. یکی این که خب باید اون اهمیت رو ببینیم که آیا جنبه روحی روانی داره صرفاً یا جنبه فیزیکی داره. باید بین این افتراق بدیم. این آقایی که من به عنوان پزشک معاینش کردم میبینم که توی اوریج جامعه حتی لولش خوبه، اومده انقدر افسرده شده، اومده انقدر فیدبک منفی گرفته. خب این آدم حالا در کنار کاری که ما بخوایم براش بکنیم باید روانشناسی بشه، باید روانکاوی بشه و ریشه یابی این موارد هم همش توی اطلاعاتی که به ما در مورد سکس، ورودی های ما هستش در مورد سکس. الان شما به عنوان یه آدم تحصیل کرده، ورودی شما در مورد سکس، مهارت های جنسی، بدن خودتون، بدن یک مرد به عنوان شریک جنسی، همسر، این ورودی از کجا بوده؟ کی به شما آموزش داده؟ اصلا که آموزش ندیدیم. تو مدرسه آموزش دیدیم، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، خانواده ها اومدن به ما چیزی یاد دادن. تنها منبعش همون پورنوگرافی. تنها منبع همون هستش که ما میایم ویدیوها رو میبینیم و مقایسه میکنیم. از اون طرف آقازاده تشریف میارن، پورن انقدر دیدن، میان میگن که دکتر من میخوام تریسام بکنم. من بهش میگم تو تایم سکست عزیزم، میگی من از پنتریشن، از دخول تا انزالم 8 ثانیه است، میخوای اینو 2 قسمت تقسیم بکنی. یعنی چی؟ این فانتزیا تازه من باید رو تو کار کنم که تایمت بیاد بالاتر، تایم طبیعی بشه. و اینکه این فانتزیا یعنی چی؟ خب از یه طرفی هم حق داره، نمیگم حق داره، حداقل میگم گناهی نداره. از کجا یاد گرفته؟ آیا پدرش، عموش، داییش اومدن براش توضیح بدن؟ آیا برادر بزرگترش اومدن براش؟ یک حجم حیایی ما داریم که فرهنگی، حالا دینی یا هر چیزی هستش، اشتباه هم هستش. این بچه
با چیزهایی که باید تو خانواده مواجه بشه، تو مدرسه مواجه بشه، تو محیط امن مواجه بشه. یعنی ما یک سری چیزهای خصوصی جنسیمون باید توی محیط‌های امن باهاش آگاهی پیدا بکنیم، بهش اورینته بشیم. به جای اینکه تو محیط‌های امن نسبت به اینها آگاهی پیدا بکنه میاد توی فضای مجازی، مثلا توی پورنوگرافی، یا نه تهش با دوستاش میشینن دور هم و در این مورد صحبت میکنن و همدیگر رو چک میکنن، این چرا اینجوری، بعد خودش افسرده تر میشه. خیلی گیر داریم ما توی جامعه، خیلی گیر داریم. این سایزی که فرمودین یک بحث واقعا فیزیکیه که خب تفاوت وجود داره و بعضی ها واقعا میکروپنیسن، بعضی واقعا کوچیکن، ولی جدا از اون واقعا بحث عمدهش بحث آگاهیه، بحث نداشتن اطلاعات، بحث مقایسه است و بحث گاهن زیاده خواهی. یعنی اون اعتماد به نفسه میتونه جایگزینه، یعنی اگر یه شخص اعتماد به نفسش خیلی بالا باشه میتونه جایگزین این بشه که حالا اگر میانگین اون سایز رو داره میتونه این جایگزین بشه تو عملکردش. قطعا تو عملکرد این آدم مشکلی نداره، ولی بحث اینه که سکس یک فانکشنی است که روحی روانی است و فیزیکی. شما مثل یک کشتیگیری که باخته میره توی زمین و میبازه. درست. شما از قبل وقتی خودتو باختی حتی اجتناب میکنی از سکس. ما این مشکل رو تو مثلا افرادی که زودانزالی شدیدی دارن میبینیم. از همسرش دوری میکنه، نه اینکه دوست نداشته باشه، به خاطر اینکه میدونه تو زمین بازی سکسش این بازنده است، تا پنتریشن رخ میده، تا دخول رخ میده، به اورگاسم میرسه. خب این آدم اجتناب میکنه. پس جنبه روحی روانی خیلی مهمه. ولی از یه طرف مقابلش رو من بگم خدمتتون، من مراجعه کننده دارم مثلا برای مشکل دیگه اومده پهلوم، میگم خب بیا برای سایزت هم یه کاری بکنیم، این کارا رو میتونیم بکنیم. میگه نه دکتر من اوکی ام، من مثلا پارتنر داشتم، دوست دختر داشتم، نامزد دارم، زن دارم، راضیم، من راضیم، اونم راضیه. و میبینم که این اعتماد به نفس به این خوبی تو این آدم در کنار مهارت‌های جنسی قشنگ همه چی اوکی کرده، نیازی نیستش الزاماً برای این قضیه. مهارت‌های جنسی خیلی مهم‌تره. بله. توقعات مناسب، با هم صحبت کردن، اون میک لاو تو رابطه روحی روانی، اینها قطعا خیلی از سایز مهمتر هستش. بله. ولی روابط کوتاه مدت چرا سایز توش بلده؟ شما وقتی وان نایت استندینگ داری یه رابطه، نمیای به روحیه و روابط عاطفی با اون پارتنرت که فکر کنی، فقط هیکل رو نگاه میکنی، بادی رو میبینی، ببینی سیکس پک نیست، سایز اندامش چجوریه، بدنش چجوریه. خب این رابطه ایه که وان نایت استندینگ تمام. ولی اون ریلیشنشیپش، اون دوستیش، اون تکنیک ها، اون مهارت ها، اون انسانیت، اینا خیلی نقش مهمتری داره، ولی تو روابط ماندگارتر. درسته. افراد بعد از کجا خوب این آموزش ها و مهارت‌های جنسی رو یاد بگیرن، با توجه به اینکه ما اصلا نداریم؟ خب طبیعتاً باید آن چیزی که اتفاق بیفته باید تو دوره نوجوانی قبل از شکل‌گیری و اون سیناپس‌های مغزی در یه مواردی وقتی شکل بگیره، من به این آدم 40 ساله هر چی میگم آقا به خدا تو نرمالی، مقاله بهش نشون میدم، میگم آقا این آدمایی که الان تو مطب نشستن منتظر ویزیتن، من بگم همه اینا سایز اندام تو از همشون بهتره، تو مشکلت چیه؟ ولی این آدم توی ذهنش جا افتاده این قضیه و هرچی حالا من الان باهاش صحبت کنم فایده نداره. بهترین سنین نوجوانیه و سنینی که فرد به اون آگاهی جنسی، بافت اندام تناسلیش به بلوغ میرسه و یک تازه تغییرات رو احساس میکنه. تو اون دوره خب خیلی خوبه. ما میگیم سلف اگزم داشته باشه، خودش رو معاینه کنه به ایزه اندام. توی نوجوانی خانواده ها بهشون آموزش بدن و توی مدارس، توی دانشگاه، اینها باید تو این قضیه را پیدا بکنن. الان من خیلی ناراحت کننده است که من بگم، ولی دختر 16 ساله میاد با HPV ژنیتال، پسر 16 ساله میاد با HPV ژنیتال و میگم که اوکی خب تو حالا چند وقته که سکس داری که حالا HPV گرفتی؟ میگه من 2 سال دکتر سکس دارم. از 14 سالگی این چطور سکس از 14 سالگی داره ولی آموزش ندیده، نمیدونه واکسن چیه، نمیدونه کاندوم چیه، نمیدونه مثلا قبل سکس چه مراعات‌هایی باید انجام بده. این آموزش هایی که باید خانواده و اجتماع به اون بچه بدن، به اون آدم بدن. و حالا ما هم به عنوان کسایی که از نظر علمی تو این زمینه کار کردیم، خب یکی از وظایفمون همین آگاهی بخشی که سعی می‌کنیم توی این جلسات، توی این برنامه‌های این آگاهی بخش رو انجام بدیم. نوجوان چیکار کنه که حالا یه سری کارها هست که بخواد انجام بده که مثلا دچار کوتاهی یا علت نشه یا بخواد سایزش رو افزایش بده؟
قبل از اتمام دوره بلوغ در نوجوان با مراجعه به پزشک، اگر واقعا سایز اون کوچیک باشه، ما درمان هورمونی داریم. متخصصین غدد در اطفال درمان‌های هورمونال انجام میدن و میتونه کمک کنه در تکمیل رشد اندام جنسی. ولی بعد از اتمام بلوغ، همونطور که صفحات رشد بدن بسته میشه، در مورد اندام تناسلی هم حالا با 1-2 سال تأخیر رشد متوقف میشه. راهکار خانگی در واقع وجود نداره تو این زمینه. ورزش بکنه بیشتر. طبیعتاً آدم چاق سایز اندامش به خاطر مخفی بودن تو چربی کوچیک‌تر میشه، مخفی میشه حالتش. ولی این که من بگم یک پروسیجر یک کاری بکنه که مثلا توی لنگس طول حالتش در حالت ارکشن 13 سانته، حالا این بشه 15 توی خونه، این کاری بکنه؟ نه، واقعا همچین چیزی نداریم که بگیم تو خونه انجام بده. دستگاه اکستندری که وجود داره یا مثلا این چیزایی که برای افزایش سایز میگن، اونا چطور؟ اکستندر، لارجر باکس یا وکیوم، اینها در استفاده های صحیح، چون اینها استفاده نادرست که بشه عوارض جبران ناپذیری داره، اختلالات عصبی و حسی ایجاد میکنه برای فرد. در استفاده های صحیح در دراز مدت، حالا در حد نیم سانتی متر تا 1 سانتی متر نهایتاً ممکنه سایز رو افزایش بده و معمولاً هم بعد از یک دوره عدم استفاده از اونها، مثلا طرف 1 سال استفاده کرده منظم و خب این سایز افزایش پیدا کرده در حد 1 سانتی متر، ولی یه دوره مثلا 1 سال 2 سال دیگه استفاده میکنه، این برمیگرده. ولی اینها ما روتین واقعا توصیه نمی کنیم به جز موارد خاصی تو بعد از یه سری پروسیجرها، یه سری جراحی ها که میخوایم آلت نره تو، استفاده از اونها رو توصیه میکنیم، وگرنه روتین نه. من شنیدم که حالا میگن مثل دقیقاً ارتودنسی دیگه، اینجور دستگاه ها مثل ارتودنسی که خیلی طول میکشه تا دندون ها در واقع شکل بگیره، اونم به همین شکل. شما تایید میکنین؟ عرض کردم در دراز مدت در حد کم، واقعا در حد همون نیم سانتی متر، 1 خب سانتی متر. عوارضش هم هست اگر درست استفاده بکنن خب عارضی نداره، ولی بحث من بیشتر اینه که اوکی 12 سانت با 13 سانت این آدم واقعا چه فرقی میخواد براش ایجاد بکنه. یه موقع ما توی این زمینه، حالا تو افرادی که از نظر بالغن، عاقلن، یه سری پروسیجرها کارهایی میکنیم، ولی سعی میکنیم مینیمال اینویزیو باشه، کم تهاجمی باشه، وقتش خیلی نگیره، اذیت خیلی نشه و یه نتیجه حالا مطلوب حداقلی، نه حد اکثر، یه نتیجه حداقلی ولی در کنارش هم سیف. درسته، چون این دستگاه ها رو باید 5-6 ساعت شاید بیشتر در طول روز استفاده کنیم. من مثلا واقعا مراجعه کننده دارم، میگم تو کارت چیه؟ میگه کارم اینی که از صبح به فکر این پا میشه که خواب بیدار شده که سایز اندامش رو زیاد کنه. میگم درس میخونی، کار میکنی، چیکار میکنی؟ هیچ، فقط نشستم تو خونه، ببخشید دارم دستگاه اکستندر دارم و سر کلاهکو دارم میکشم و این کارو میکنم. خب برای چی هستن؟ وقتی دغدغه ذهنیش باشه، ذهنش این باید تو دوره‌ای که نوجوانه بهش اطلاعات بدیم که آقا این سایز و این فیزیک و این بادی برای شما مناسب و مطلوبه. همین. حالا اگر خواست که کسی افزایش طول رو داشته باشه، راهکارش چیه؟ افزایش غیر از اون دستگاه ها، افزایش طول در افرادی که چاق هستند، خب ما با پروسه های کاهش وزن که اون هم اولویتش جدا از جراحی کاهش وزن، خودشون رژیم بگیرن. حالا اگر پوست اضافه در ناحیه آنه یا سوپراپوبیک داشتن، ما اونو برمیداریم، ساکشن چربی اون ناحیه رو میکنیم و یه لیگامان دورسالی هست، یه لیگامانی هستش که ساسپنسوری لیگامان در دورسال آلته که آلت نگه میداره، که میگن اون لیگامان هم کات میکنیم در حد 2 سانتی متر، اونم نهایتا آلت بیاد بیرون. اون عوارض نداره که این لیگامان قطع بشه؟ اگر که درست انجام نشه چرا میتونه عوارض داشته باشه، اگر که آسیب میتونه داشته باشه، یک جای جراحی بد میتونه داشته باشه. من خودم به شخصه به عنوان اورولوژیستی که الان 10 سال دارم کار میکنم، به هیچ عنوان برای سایزهای نرمال این جراحی رو انجام نمیدم. یعنی مراجعه کننده بگه مثلا من دکتر خدا تو من پول میدم به تو با مسئولیت خودم، من نمیکنم، میگم عزیزم برو پلی که دیگه. چون عقیده من و بحث علمی اینه که آقا این جراحی این عوارض میتونه داشته باشه و از نظر ظاهری من مطمئنم این آدم 2 سال دیگه پشیمونه، میگه من این عملو کردم، این اتفاق افتاد، یه اسکار جراحی بعد و یه نتیجه حداقلی. مگر اینکه بخواد میکروپنیس باشه. مگر میکروپنیس باشه، بله. آلتی که تو حالت ارکشن 7 سانته 8 سانته و دخول پنتریشن نمیتونه رخ بده، خب این 8 سانتش بشه 10 سانت براش خیلیه.
و اصلا میتونه تفاوت میکنه. ولی آلتی که 13 سانت بشه 14 سانت بشه 15 سانت واقعا آنچنان تفاوتی نداره. و نکته بعدی اینه که ما تو این عملهای جراحی هم کاری که میکنیم اینه که میایم قسمتی از طول نهفته آلت رو نمایان میکنیم. خود کلیت آناتومی آلت که بزرگ نمیشه، قسمت نهفته از اون افزایش داره. در دراز مدت بعد تزریق فیلر و ژل هم که برای قطر بیشتر انجام میشه، اون هم به خاطر اون سنگینی و کشش مثل همون اکستندر عمل میکنه. به خاطر اون کشش اون هم در حد 1 سانتی متر میتونه طول آلت رو برای افراد افزایش پیدا بکنه، یعنی 1 سانتی متر افزایش طول رو براشون به همراه داشته باشه. تزریق فیلر و چربی. تزریق فیلر و چربی تو ناحیه تناسلی، اندام تناسلی آقایون آلت چربی خیلی نتایج خوبی نداشته، بیشتر فیلر. و به خاطر ماهیت آناتومیکال خیلی دید دارن که آقا چربی از بدن خودمه بهتره اینها، ولی واقعا آنچه ما در واقع میبینیم هم جذبش بالاتره، هم دردناکه، هم گوله گوله میشه. اون یک دستی ژل رو نداره. حداقل ژل ما شعارمون اینه که اگر کاری میکنیم یه کار بی‌عارضه بکنیم. ژل برای بدن خطری نداره، دردی براش به همراه نداره، یه سری مراقبت ها داره انجام میده. به هر علتی پشیمون شد، خوشش نیومد، به هر علتی آنزیم داره، آنزیم هیالاز داره، میزنیم پاک میشه. زمان موعد تمدیدش بعد مثلا 1 سال، 1 سال و نیم، 2 سال اومد، با یه بی‌حسی براش تمدید میکنیم، براش دوباره تزریق میکنیم. یه پروسیجر کم تهاجمیه، پروسیجر نیستش که بخواد بیاد اتاق عمل، بخواد بیهوش بشه، بخواد از کار بیفته. من خیلی موقع‌ها امروز مثلا من سرمطب بودم، بین مریضام 4 تا تزریق داشتم. مریضمون میاد از شهرستان اومده میگه دکتر امروز هم میشه؟ بله میشه. بی‌حسی میزنیم، بعد یه رو بعدش ماندگاری داره؟ به نوع ژل ها و ریاکشن بدن و نگهداری متوسط ما تزریق هامون 20-25% لایف لانگ میمونه مادام العمر، به خاطر ارتشاء سلول های بدن، کلاژن سازی اونجا، ولی الباقی صرف 1 سال تا 3 سال حد اکثر جذب میشه. ولی معمولا ما توصیه‌مون اینه که اگر حجمی تزریق شد، مثلا بعد 1 سال نصف اون بهش اد بشه که هم افت نکنه، هم حالا افزایش بیشتری داشته باشه. بعد اینکه بعدش مثلا حالا یه تایمی که عدم نعوذ بود، شخص مشکلی نداره؟ یکی از فیلر جمع نمیشه مثلا؟ خب این توی حالت غیر ارکت تزریق میشه، غیر نعوذ، یعنی آلت تو حالت خوابیده تزریق میشه. وقتی نعوذ پیدا میکنه این پخش میشه. آره. ولی خب مراقبت داره طبیعتاً، ماساژ میخواد، نگهداری داره که اون فرم ظاهریش طبیعی و مطلوب باشه. و اگر که افراد نیان، خب ایرادی که تهش پیش میاد برای این ممکنه که ناهماهنگی ظاهری باشه، ممکنه که آلتش جمع شده، ماساژ نداده، خم شده، اون رعایت‌ها رو نکرده، ژلش جابجا شده، تهش اینه یا بالاشو دوباره اد میکنیم به ژل میزنیم، یا اینکه نه آنزیم میزنیم پاک میشه، اصلا نه خانی اومده نه خانی رفته، آسیب به بدن وارد نمیشه. متوجه شدم. یعنی ما کلا سیاستمون اینه که اول روشن بخشی بکنیم، آگاهی بدیم بهش، و من مثلا مراجع میگم تو باید قبول کنی که سایزت مطلوب خوبه، اوکی به اینجا رسیدیم، الان اون اعتماد به نفس رو داره، میگه حالا دکتر من اوکی ام، خوبم، میخوام کاری هست که بتونم بهتر بشم، کاری هستش که اعتماد به نفسم بهتر بشه، یا اون ذهنیت خودم از بدنم بهتر بشه. ما بهش میگیم بادی دیسمورفیسم، میگه آدمایی که مثلا بدنشون رو بد و زشت میبینن. آیا حالا چیزی هستش که ذهنیت خودم و بدنم بهتر بشه؟ میگم اوکی این کاریه که خب حالا جدا از هزینه‌ای که میدی ولی ضرری برای بدنت نداره و کار مطلوبیه، براشون انجام میدیم، حتی با سایزهای خوب. حتی من فیلر، خب آقا سایز آلتش اصلا اووره، دوست داره، میگه انجام میخوام بدم تست کنم، میگم اوکی برات میذارم تست کن، میدونی خوبی. ولی نه اینکه کسی که مثلا 14 سانتی متر 13 سانتی متر طول آلتشه و با افسردگی بیاد، اول من روی این کار میکنم، حتی میفرستمش مشاور، میگم تو باید صحبت کنی، روانکاوی بشی، روانشناس باید با تو صحبت کنه، ذهنیتت که درست شد اوکی حالا بیا برای تزریق میکنم، من خوبم، میخوام خوبتر شم. درسته. میانگین سایز چند اندازه نرماله؟ یه فکر کنم سوال همه باشه. عزیزم خب میانگین سایز بر اساس جوامع و ژنتیک ها متفاوته. اوریج توی ایران از 11.5 تا 14 سانتی متر، این بازه شما میگیم بازه بین صدک 5 تا 95 هستش، یعنی 90% جامعه توی این حدودن، 11.5 تا 13.5 14 حد اکثر دیگه. ولی آن چیزی که برای یک سکس مطلوب
و مناسب در فردی که چاق نیست و پارتنرش هم چاق نیستش، یک هیکل معمولی 10-11 سانتی متر کار رو اوکی میکنه و مشکل رو برطرف میکنه. ولی خب از طرف دیگه هم حالا اون آقا اون فیلم پورنو دیده، اون خانم هم این فیلم پورنو دیده، همسرشو میفرسته، میبینم 12 سانت با خانمشون میان و احترام هم میذارم، زن و شوهر انقدر با هم راحتن سر مسائل جنسیشون با هم صحبت میکنن، نمیاد تو خودش بریزه. به همسرش میگه آره میخوام بهتر بشه، فیلینگم بهتر بشه. اون خانم دوست داره از نظر حسی و بینایی سایز همسرش بهتر بشه. چرا؟ چون اون هم دیده، اون هم اون فیلم ها رو دیده، اون ذهنشونه که فقط با اون مقدار سایز امکان لذت و اورگاسم وجود داره به خاطر دقیقاً. حالا ما خیلی از موارد با آقایون که صحبت میکنیم میگم اصلا درصد خیلی بالایی از خانم ها با سکس واژینال به اورگاسم نمیرسن. شما طول حالتت 20 سانت باشه، تایم سکست 1 ساعت باشه، 2 ساعت باشه، این خانم به اورگاسم نمیرسه. این خانم نقطه حساس تناسلی در خانم ها ناحیه کلیتوریس، ماساژ اونجا رو لازم داره و ریشه های عصبی کشیده شده به ناحیه در واقع واژن و ناحیه پرینه. و مثلا آقا میاد، واقعا اینو من روزانه میبینم، افسرده، عذاب وجدان، آره من زندگی زنمو از بین بردم، میگم خب چیه حرف بزن، و نه و میخوام خودکشی کنم. آقا حرف بزن. آره من نمیتونم خانمم اورگاسم کنم. خب تعریف کن، معاینه سایزشون ببینم. خب سایزت که اوکی، تایمت چقدر؟ من خب 10 دقیقه یک روب اورگاسم دارم ولی زود انزالی دارم. میگم عزیزم 10 دقیقه یک روب کی میگه زود انزالی؟ خب خانمم به اورگاسم نمیرسه. میگم تو با خانمت 1 ساعت هم سکس بکنی به اورگاسم نمیرسه. حالا بعضی‌ها چرا، بعضی‌ها نه، اکثر افراد نه، اکثر افراد واقعا نه. و اون تحریک کلیتوریسه، آگاهی نداره. کی بهش آگاهی باید بده؟ آقایی که این ذهنیت رو داره. و جالبش اینه که خیلی خانوم ها هم نسبت به بدن خودشون ذهنیت رو ندارن، نمیدونه، فکر میکنه همسرش کمبود داره دقیقا. و میاد این رو توی رفتارش به گونه دیگه نشون میده، اون زندگی رو سرد میکنه، در صورتی که واقعا این خانوم خودش رو بدن خودش شناخت نداره. میکلاو خوب باید داشته باشه، تحریک سینه باید داشته باشه، تحریک کلیتوریس باید داشته باشه، روحی روانی باید آماده باشه تا به اورگاسم خوب برسه. ولی اون خانوم هم فکر میکنه همه نقایص سایز همسرشه و همسرشو پوش میکنه بیاد پلوی ما. فکر میکنه که همون قسمت دخول فقط صرفا موجب اورگاسم میشه، در صورتی که قبلش ما مراحل میل و تحریک رو باید داشته باشیم که اون دخول، حالا اونم که اصلا مرحله مهمی نمیتونه باشه، در درصدی از افراد اونها رو به اورگاسم برسونه. ولی میبینیم زندگی پاچیده میشه. دقیقاً. آگاهی نیست. عدم آگاهی نیست. و الان خود دوستان در دادگاه‌های ما در مورد طلاق واقعا یکی از مشکلات، اصلی ترین مشکلات، حالا بجز مباحث مالی، واقعا اصلی ترین مسائل جنسیه. و از یه طرف دیگه خیلی جالبه، ما زوجایی میبینیم که زندگیشون خیلی سخته، خیلی از نظر مالی تحت فشارن، حتی مریضی چیزی دیگه هم دارن، ولی وقتی میبینیم که سکس خوبی دارن، میبینیم این دوتا خیلی با هم مچن، با هم دارن میسازن، با هم. سکس خیلی مهمه، نباید نادیده گرفته بشه و سکس خوب خیلی میتونه به دو طرف انرژی بده. توی دوتا پارتنر، دوتا زن و شوهر، اصلا سکس مثل سوپاپ اطمینانه. اون خشم‌ها و ناراحتی‌های دیگر رو میتونه سکس از بین ببره و سکس خوب اصلا روحشون رو آزاد میکنه، عشق و علاقه‌شون رو بیشتر میکنه. نمیتونیم توقع داشته باشیم کسی که خانم بدن خودش رو نمیشناسه، آقا بدن خودش رو نمیشناسه، خانم توقع یک چیزی از آقا داره که غیر منطقیه، از اونور آقا یک سری عکس و فیلم و ویدیو دیده که خانم ها همه هیکلا فیکس، تراش خورده و چه فانتزی هایی، چه کارهایی که توی این ویدیوها انجام میشه که حالا الزاما همش قابل گفتن نیست. نمونه همون تریسام، سکس آنال، سکس فلان، اصلا یک فانتزی هایی که واقعا فقط برای ویدیو، فقط برای صنعت پورنه و اینها رو از همسرش میخواد. خب عزیز من، این توی این پوزیشن درد میگیره. تو چرا فکر میکنی اونی که داره توی فیلم پورن صدا در میاره خودش داره بازی میکنه؟ اون آدم همه قرار نیست اینجوری باشن، یا اونی که سکس آنال داره اینجوری اکت نشون میده، تو نباید این توقع رو داشته باشی از پارتنر خودت. ولی آگاهی نیست، انتظارات بیجا. دقیقاً. خانم توقع یک چیزی داره، آقا توقع یک چیزی داره، هیچ کدوم خودشون نمیدونن واقعا چه نیاز دارن، بدنشون چی میخواد، ذهنیت ها نامناسبه. بعد چی میشه؟ یا از هم سرد میشن، دور میشن، جدا میشن، یا اینکه روابط خارج از اون رابطه. خب قدیم بیشتر آقایون بود،
الان متاسفانه روابط خب خانم ها هم دیده میشه، شنیده میشه و حالا ما توی بالین نمیخوایم بگیم این چیزا زیاده ولی هست واقعا و هست و تاسف برانگیزه. چه در مورد آقا و چه در مورد خانم هم جای تاسف داره. واقعا من خودم به عنوان یک مرد و به عنوان یک اورولوژیست این سیاست که آقا حالا من که مردم، من که فلانم، من که وابسته نمیشم، توجیهیه که خیلی از آقایون برای خودشون و برای روابط خارج از عرفشون قائل میشن. بله. و سرپوش میذارن خودشون رو، سر خودشون کلاه میذارن. حالا خانم ها هم گاهن اینجوری هست. عدم آگاهی، عدم شناخته منجر به اینجا میشه. حالا یا هم جدا میشن، خیلی خوب باشن میگن آقا ما به هم نمیخوریم، تایپ هم نیستیم، از هم جدا میشن، یا اینکه با دلسردی، با افسردگی یا با خیانت جبرانش میکنن. یک علتش هم به نظر من اینه که صحبت نمیکنن اصلا با هم دیگه راجع به نیازهاشون، خواستهاشون. فقط مثلا زوجها اکثر کاری که میکنن غیر مستقیم، مثلا یکی میاد یک پادکستی پخش میکنه یا آهنگی پخش میکنه توی خونه. یکی از مراجعین من در واقع اینو میگفت که مثلا میخواست به همسرش یه چیزی بفهمونه که من اینو دوست دارم، اومده بود یه پادکستی مثلا پخش خیلی با فرهنگ بود و خیلی پیشرفته بوده که اصلا خب بره مستقیم باش صحبت کنن به شیوه مثبت. بعد حالا میدونین چیکارا میکنن وقتی میخوان صحبت کنن؟ میان مثلا انقدر میذارن جمع شه بعد یهو میگن تو برای من این کار نکردی، سرکوفت میزنن و اون موقع مثلا شخصیت طرف خورد میشه. ما میبینیم آقایونی که شخصیتشون خورد شده و اومدن حالا تازه و ما تازه کمکشون میکنیم ولی دیگه حاضر نیست به همسرش برگرده، اصلا میگه من این کار دارم میکنم که احترام شکسته شده. آره دقیقاً چنان سرکوفتی خورده و این حرف نزدن کاملا درسته. ما چند درصد زوجهای تحصیل کرده، پارتنرهایی که با هم بودن، رابطه های طولانی مدت دارن، چند درصدشون تا حالا در مورد کیفیت رابطه، در مورد خواسته هاشون حسن آقا من چه پوزیشنی دوست دارم، این که غیر منطقی نیست، یا من چه تایمی دوست دارم، از چه تایمی به بعد چند وقت یه بار سکس دوست دارم، یا اینکه فلان اینها یه کرایتریای دیگه. ما یه چیز خوشمون میاد، یه چیز بدمون میاد دیگه. فکر می‌کنن که اگر بگن مثلا پارتنرشون ناراحت میشه، در صورتی که اصلا حجب و حیا نمیدونم چیه، بی اهمیتی که قطعا نیستش قاعدتاً تو این مرحله، ولی یه حجب و حیاییه دیگه. دقیقاً. یا اینکه اعتماد مثلا مرد میخواد از خانومش بپرسه این برای تو کافیه، اوکی، یا خانوم از آقا بپرسه. نمیدونم واقعا این صحبت باید بشه، باید اون جرأت داده بشه. به طرف این همونطور که راجع به بقیه مشکلات با هم صحبت میکنن، راجع به مشکلات جنسی هم با هم مشکلات حل کنن. عادی باشه این صحبت کردنه. ولی خب اینجوریه که مثلا فکر میکنه اگه بگه مثلا اون دوست دخترای قبلیش که خیلی خوب بودن اصلا باهاش حرف نمیزنه، هر جوری که این میگفت راضی بودن، پس منم بیام اگه حرف بزنم مثلا از من ناراحت میشه یا منو دیگه دوست نداره. این اشتباهه. و اینها دقیقاً همون توصیفی که کردین، جمع میشه یه جا دیگه کنترل نمیشه، یه جا دیگه غیر قابل کنترل میشه و حرفی که میتونه رابطه رو اصلاح کنه رابطه رو خراب میکنه دیگه. دقیقاً درست. شما بیشتر چه مراجعینی توی مطب، کسایی که بهتون مراجعه میکنن بیشتر چه مشکلی دارن؟ با توجه به حالا من فیلد کاریم که بیشتر توی بحث جنسی تخصصی فوکوس کردم، مباحثی که ما مواجهه داریم باهاش مباحث اختلالات، حالا همین بحث سایز هستش که خیلی مراجعین زیادی داریم، مباحث انزال زودرس هستش و مباحث اختلالات نعوذ. بله. که توی اختلالات نعوذ سعی میکنیم حالا اونا هم دوباره هم میتونه ریشه های عصبی، روحی، روانی داشته باشه و هم ریشه‌های فیزیکی که ما سعی می‌کنیم در قسمت فیزیکیش تا جایی که میتونیم ساپورت کنیم و مباحث روحی روانیش هم از همکارای حالا سکس تراپیست و روانشناسایی که تو این زمینه فعالن کمک بگیریم. نعوذ بیشتر ذهنیه یا فیزیکیه؟ هر دو. یک عملکردیه که اصلا پروسه سکس پروسه‌ای که هر دو کاملا موثره. اختلالات نعوذ در سنین پایین قطعاً کفه ترازو به سمت اختلالات روحی روانی، استرسی، اضطرابیه. ولی خب هرچه سن میره بالاتر، بیماری‌های زمینه‌ای، چاقی، کم تحرکی، دیابت، فشار خون، هرچه سن میره بالاتر مسائل فیزیکی هم مطرح میشه، مسائل هورمونال هم مطرح میشه. و الان خوشبختانه خب ما تو لول‌های مختلف کارکردهای تقویتی مختلفی داریم. حداقل در زمینه‌های فیزیکی
از تقویت عضلات کف لگن، شاک ویو تراپی، FMS، PRP، روش‌های جدیدی که میاد بهبود تقویت بافتی میکنه، بافت رو تقویت میکنه، نعوز تقویت میشه. در مراحل فاینال و نهایی هم خب الان خوشبختانه جراحی پروتز هستش. وقتی که دیگه راهکاری برای هیچ راهکاری دیگه نمونده باشه، ما میریم سراغ پروتز. طبیعتاً سکس بدون پروتز و به صورت طبیعی خیلی بهتره، ولی وقتی که فردی، من مراجعه کننده دارم که 10 سال اختلال ارکشن داره و آخرین سکسش با همسرش 5 سال پیش بوده و همه راهی رفته و همه کاری کرده، همه درمانی کرده و الان 5 ساله که هیچی، الان یه چانسی به خودش داده، گفته حالا بذار برم، یه چیزی شنیده تو گوشش، اطلاعات نداشته، یه چیزی شنیده و اومده، حالا ما تازه روشنش میکنیم، بررسیش میکنیم. خیلی مراجعین دارم که میگن یعنی آه میکشن و میگن که چه حیف که مثلا ما 5 سال 10 سال فعالیت جنسی نداریم، کاش که ما زودتر آشنا میشدیم با همون پروتز 500 میلیونی. ببخشید 900 میلیونی. پروتزا واقعا به خاطر تغییر اون ارز ترجیحی وزارت بهداشت و دولت قیمتاشون افزایش زیادی داشته. بله. الان خود پروتزها از حداقل 125 130 میلیون دیگه، کف پروتزهایی که غیر پمپی حالا عامیانه، تا 160 70 میلیون تومان و پروتزهای پمپی از حدود 700 میلیون تومان تا 900 میلیون تومان. 900 میلیون خیلیه واقعا. این خب قیمت پروتز و اینسترومنت و قیمت رسمی فاکتور داده میشه مورد تایید وزارت بهداشت، وارداتی. اینسترومنت گرونه دیگه. بله. یه چیزی حدود 7000 8000 دلار پول پروتزه و قیمتی هم هستش که همه جای دنیا هستش. تا یه مدت قبل خب اینا یک سری ارزهای ترجیحی داشت برای سازمان غذا دارو، برای یک سری تجهیزات پزشکی قیمتاش مناسب تر میشد، ولی خب اون ارزها که برداشته شده قیمتا دیگه قیمتای آزاد هستش. برای چند ساله ها؟ برای چند ساله استفاده میشه. هر کسی که تو هر سنی که اختلال جبران ناپذیر داشته باشه، ما مراجعه کننده داریم تصادف کرده قطع نخاع شده، ما قطع نخاعیام خیلی هاشون هستن که حالا با دارو با آمپول کار رابطه جنسیشون انجام دادن، خیلی هاشون هستن که اصلا ارکشن ندارن، پروتز میذاریم. حس میکنن اون کسی که خب قطع نخاعی ها بسته به لول درگیریشون اینا متفاوته، سنسشون متفاوته. من مریضای تصادفی مثلا جوون داشتم 32 ساله، لگن شکسته، مجرا کات شده، قطع شده، عصب اندام تناسلی قطع شده، عروق قطع شده و ارکشن نداره. خب چیکارش میخوای بکنیم؟ مجبوریم پروتز برش میذاریم. از 32 سالگی از 32 سالگی من کیس داشتم تا 85 ساله. 85 سالم داشتم. خیلی از دوستان میگن چرا، برو به فکر قیامتت باش و برو فلان کن. چه ربطی داره؟ ولی واقعا حالا من بالای 75 سال واقعا کم بوده، انگشت شمار بودن، ولی 85 هم رکورد داشتیم. آدم‌هایی هستن که خب روحیه‌شون جوونه، فیزیکشون سالمه، فعالیت فیزیکی دارن و خیلی جالبه که میگه که من 5 سال اختلال ارکشن دارم. خیلی هم خوبه که اتفاقا، چرا که نه. یک حس، اصلا دوستانی که ما براشون جراحی پروتز انجام میدیم آدم‌هایی هستن که واقعا انگار یک روح تازه به زندگیشون دمیده میشه. یک عملکردی که تا قدیم داشتن و لذت بخش بوده براشون که مدتی ازش محروم بودن و الان دوباره بهشون برمیگرده. خب از نظر مالی بله قبول دارم که پرهزینه هستش، ولی اگر کسی بتونه با اون پروسه ارکشنش رو برطرف کنه، چرا که نه، هم زندگی جنسیش، زندگی شرایط روحیش، روانیش، همش بهبود پیدا میکنه. این تفکرم درست نیست که مثلا میگیم آقایون سنشون رفت بالا یا خانم یائسه شد دیگه زندگی جنسی تموم میشه. متاسفانه ما تو جامعهمون رو داریم دیگه. بله. زندگی جنسی تموم شده. حالا دو نکته اینجا حرف جالبی زدید. آقایون به خاطر تمایلات جنسی بالا خودشون این ذهنیت رو ندارن و دوست دارن. این دید در مورد اکثر مخاطبینه. مثلا یه پست میذاریم آقای اینجوری، بعد خیلی از کامنت میذارن این بره کفن بخره، این بره فلان کنه، این به فکر این پولو میداد 4 تا جوون میرفتن سر خونه زندگی، این پول خودشه. شاید اون کار خیرش هم میکنه، شاید کار دیگه‌ش هم میکنه. این هزینه که زحمت کشیده، درآمدی که داشته و میخواد برای بدن خودش صرف کنه، چرا نکنه؟ نمیتونیم برای بقیه تصمیم بگیریم. ولی خود آقایون دوست دارن این قضیه رو. ولی یک دید منفی در خانم ها متاسفانه به نظر من در جامعه و فرهنگ ما هست که واقعا حالا بعد از زایمان
بعد از پا به 40-50 سالگی، خصوصا نسل‌های قدیمی، ما مادرهای ما یا آدم‌هایی که حالا فرهنگ سنتی تر هستن، اینها افرادی هستن که حالا تو در حوالی یائسگی دیگه با همسرشون اصلا میگن نه دیگه زشته، خجالت بکش، تو نوه داری، تو بچه داری، کار بدیه. این هم خب فرهنگ سازیش میتونه کمک کنه. خیلی مراجعه کننده دارم میان با اختلال ارکشن و ازشون میپرسم، میگم که خب اوکی شما الان متأهلی، سکس داری، پارتنرت باهات هست نیست؟ میگه نه اون که اصلا جاشو جدا کرده، میگه اصلا سراغ من نیا، اصلا من جرئت ندارم برم سمتش. میگم خب یعنی چی؟ این دید هم شاید نیاز به اصلاح باشه تو خانم ها. فهم کنن کار بدی زشتی. آره اصلا همون اول که این کار بد میدونن. دقیقاً این تو ذهن این فرد رفته که یه کار خاک برزریه، تهش برای بچه و تهش برای تولید نسله. آره این ذهنیت، یعنی اون خانم از اون رابطه‌ای که داره خودش لذت نمیبره. حالا یه نکته دیگه هم هستش، شاید اون همسر نمیدونسته چجوری با ایشون رابطه داشته باشه. این دوره به شناخته برمیگرده. از بدن خودش شناخت نداشته، پارتنرش نمیدونسته و این خانم سالها حالا رابطه داشته و لذت جنسی مناسبی نداشته و این زده شده از سکس و از یه سنی به بعد دیگه عملاً و رسما به همسرش میگه نه برو طرف من نیا، رها بشه. آره نمیدونه، فیدبک خوبی نگرفته اون سکسه. دقیقاً فکر میکنه که فقط برای تولید مثل، در صورتی که خانم ها هم میتونن واقعا لذت ببرن. دقیقاً. ولی خب امکانش هم هست که انقدر تلاش کرده برای اون لذت بردنه و نرسیده بهش و فکر میکنه کلا نمیشه برای صرف، در صورتی که نه، اینها هم واقعا مهارت جنسی دقیقاً. حالا واقعا توی نسلی که نمیشه، ولی امیدوارم تو نسل‌های جدید آگاهی باشه، دیدها بازتر باشه و تو نسل جدید خیلی بهتر شده. رابطه جنسی محافظت شده، به اصطلاح رابطه تمیز نه اینکه از نظر بهداشتی، یه رابطه روحی، یه رابطه روانی، یه رابطه فیزیکی، یه چیزی که فقط صرفا سکس نباشه، محافظت شده، از همدیگه، از رابطهشون، از دوستی محافظت بشه، رابطه روحی روانی خوب باشه و سکس با کیفیت. چرا که نه، خیلی خیلی میتونه اصلا رابطه رو خیلی میتونه قوی تر کنه، خیلی دلبستگی ها رو بیشتر بکنه. امیدوارم که آگاهی ها کمک کننده باشه براشون. یک نکته که اگه بخوایم بگین به آقایون و یک نکته به خانم ها راجع به رابطه جنسی، اگه بخوایم بهشون یه توصیه‌ای بکنید طبق حال مراجعینی که دیدید، چی میگید بهش؟ در آقایون مثلا. در مورد آقایون، در مورد نوجوان ها من خودم خب خیلی وظیفه خودم میدونم که آگاهی بخشی بکنم، ولی ببین یک تیک هوم مسیج بخوایم بدیم در مورد سکس و در مورد اندام جنسی، اینه که آدم ها، چه آقایون چه خانم ها، باید به بدن خودشون احترام بذارن و داشته های خودشون رو قبول کنن و اون براشون عزت به نفس میاره. آدمی که خودش مدام خودش رو سرکوب کنه، این آدم دیگه عزت نفس نداره، اعتماد به نفس نداره و آدمیه که تو جامعه هم موفق نمیشه. بدن خودتون و فیزیک خودتون رو قبول کنید. حالا در کنار اون یک سری کارها هم میشه کمک کرد، یه سری کارها هم میشه که بهتر بشه، اوکی اونها رو انجام میدیم، ولی اون ارزش برای خودتون، برای شخصیت، برای روح، روان و فیزیک خودتون قائل باشید. خودشون ارزش بدن به خودشون. دقیقاً. خودشون رو دوست داشته باشن، بدنشون رو. به خانم ها چی همین توصیه رو دارید؟ قطعاً به خانم ها هم همین توصیه رو داریم. حالا بر اساس اون تجربه شخصی من، اون مبحث آخری که در مورد خانم ها بودش، خانم ها خیلی خجالت میکشن در مورد سکس، شرم و حیا با همسرشون و با پارتنرشون با هم صحبت کنن. این صحبت کردن کلید حل خیلی از مشکلاته. بشینن اصلا نیم ساعت تو هفته یا روزی 5 دقیقه سر میز شام مثلا راجع به مسائل حرف بزنن. دقیقاً. راجع به همه چی صحبت میشه الا مسئله جنسی. دقیقاً. و یه نکته هم به زوجها، بعد از خیلی از مراجعین میگن که خب آره دیگه ما، یه اصطلاح خیلی زشتیه، عذر میخوام میگم، ما دکتر مثلا 10 سال چلو کباب بخوری دیگه خسته میشی از چلو کباب، دلت آبگوش میخواد. عذر میخوام این جمله رو میگم، ولی واقعا هست. گاهن بعضی از افراد میگن چه حالا این رو مردها چون رودترن، بیادبترن، با من راحتترن به من میذارن، شاید اونور خانم ها هم با کسایی که راحتن این صحبتو بکنن. رابطه دو نفر نیاز به محافظت داره، نیاز به آرایش داره، نیاز به اصلاح داره و صرفا همه چیز رو توی
مباحث حالا بچه، مالی، زندگی، مثلا کجا بریم سفر، کجا چی بخریم، چی بپوشیم، چی بخوریم، این سکس هم مراقبت میخواد. این سکس هم نیاز به پرستاری داره، حالا بهش بگیم نیاز داره هر روز براش یه کاری بکنی برای زندگی جنسی، رهاش نکنی. آقا میاد خب میگم خب اوکی از سر کار اومدی خسته، خب آره من خستم، صبح رفتم شب اومدم دیگه، حالا میخوام 5 دقیقه کنم برم بخوابم، صبحم باید 5 صبح برم سر کار. خب این سکس برای این آدم، این آقا شاید اورگاسم داشته باشه ولی خب همسرش چی میگیره تو این رابطه؟ باعث میشه که خب زده بشه، اگه سنی به بعد اصلا بگه برو جاشو عوض کنه، از ترس اینکه شوهرش شب نیاد سراغش، نخواد سکس داشته باشه. پس مراقبت میخواد، به خودشون باید برسن، وقت بذارن، نذارن عادی بشن برای هم دیگه. اتفاقی که تو افراد متأهل میفته اینه که حالا بدون آمادگی مشغول سکس میشن که فقط حالا تو آقای اورگاسم رخ بده یا تو خانم حالا تهش اون لذت، اون کوالیتی رو در نظر نمیگیرن. اون کوالیتی نیاز به وقت گذاشتن داره، نیاز به پوشش مناسب، ذهن آرام، فکر آرام، حال خوب داره که یک سکس هم سکس خوب باشه براشون. دقیقاً درست میگید. خود ارضایی چطور دکتر توی نوجوان ها حالا یا کلا تو افرادی که پارتنر ندارن، اگه خود ارضایی اشکالی داره؟ خب این مبحث خیلی نمیشه در موردش اشکالی داره یا نداره من صحبت بکنم، به خاطر شرایط جامعه و من نمیتونم در موردش صحبت بکنم. آره از جز تازه این چیزی که ماها که صد شکنیم نمیتونیم در موردش صحبت کنیم. بله. در مورد مزایا و معایب ختنه ما نمیتونیم صحبت کنیم، در مورد خود ارضایی نمیتونیم صحبت کنیم. من اینجوری میگم بهتون که اورگاسم، حالا در خواب یک آقا یا خانم به اورگاسم میرسه، حالا خود ارضایی، مباحث دینیشو من کار ندارم، من صرف پروسه اورگاسم میگم، یک پروسه است که بعد از بلوغ برای افراد رخ میدهد. بله. و اون سرکوب ها هیچ نتیجه مثبتی برای فرد نداره. اورگاسم به صورت منظم باید در بدن رخ بده، یک پروسه و یک سیستم طبیعیه. یک مثلا در آقا این مایع سمن، مایع منی تولید میشه و کیسه ها پر میشه، این یک پروسه طبیعیه. اگه قرار بود نباشه که خب اصلا این اندام تناسلی نبودش. و اورگاسم منظم هیچ ضرری که نداره برای فرد، یک ارگاسم منظم مفید هم هست. حالا مباحثش دیگه شو بذاریم کنار، طبیعتاً زیاده روی در هر کاری میتونه مضر باشه، وابستگی روحی میتونه مضر باشه، از اونور عذاب وجدان میتونه مضر توی باشه. این قضیه ما واقعا داریم. توی خیلی جالب به خاطر براتون بگم، دایرکت داده بودش و وایس یه پسر بچه قشنگ صداش معلوم بود این بچه است، دایرکت داده بود صداش میلرزید، دکتر تو رو خدا به من کمک کن. میگه چیه این؟ سوال 30 نفر ما تو کلاسمون، کلاس چندمی؟ کلاس سوم راهنمایی هستیم. چیه کلاس مثلا الان میگه که کلاس دوم، الان پارت 1 6 کلاس، 2 تا 6 کلاسه، من کلاس مثلا 8م. چیه قضیه؟ ماها خود ارضایی داریم میکنیم و چشامون داره کور میشه و کمرمون داره فلان میشه. آیا ضرر داره واقعا؟ آیا اینها راسته من گودی کمر میگیرم؟ آیا راسته که من کور میشم؟ دکتر این سوال تو رو خدا به ما، واقعا من قصه میخورم که این بچه چرا اولا باید توی فضای مجازی بیاد از من که حالا نمیشناسه واقعا من کیم که دارم این جوابشو میدم بیاد بپرسه و با عجز. این بچه نباید اصلا سر این قضايا ناراحتی داشته باشه، باید تو مدرسه بهشون بگن، باید آگاهی بهشون خانواده ها بدن. درست. که عزیزم این یه پروسه طبیعیه، در این حد این شرایط اوکی، حالا کنترل شده، این اتفاق میفته. بله. بعد چیزی که به ما تو مدارس گفته میشد تو دوره نوجوانی جوانی و خب اثر محافظتی هم نداشت، یعنی اونهایی که به ما اینها رو میگفتن آقا اگر این کار انجام بشه شما رو اون دنیا از تار مو آویزونتون میکنن، بعد ماده مذاب از این ور میریزن از اون ورتون در میاد. برای بچه 14 ساله 15 ساله، برای ما مثلا نوار شب اول قبر میذاشتن. اینا تجربه‌ای که ما واقعا داشتیم. بله. او نکیم این میاد این کارو تو این کارو کردی، این بچه میلرزه، این بچه میترسه و این بچه افت تحصیلی میکنه، این بچه افسرده میشه، انجامم میده ها و تهش هم انجام میده. میگم اثر محافظتی هم نداره. در صورتی که تو این بچه رو شاید بتونی با یک توصیه‌ای که آقا اوکی
اگر این کار انجام میشه تو این شرایط باشه، اینجوری باشه، کنترل شده باشه، عادتی نباشه، وابستگی نداشته باشید، پر نبین، این کارو نکن و حداقل اون پروسه ارگاسم رخ بده تو بچه. حالا خیلی هستن که شب ارگاسم میشن و واقعا هم نیازی ندارن. بله. ولی این ورودیه عذاب وجدانی که میدادن و بچه‌ای که از 13-14 سالگی باید به این قضیه اصلا فکر نکنه تا 18-19 سالگی 20 سالگی همه دغدغه ذهنیش اینه که دارم گناه میکنم و من دیگه آدم کثیفیم. خیلی بده که یک بچه توی 13 14 15 سالگی حس کنه که بگه من کثافتم، من آدم پستیم. بله. چرا آخه تو پستی؟ کی به تو گفته تو پستی؟ تو خیلی هم پاکی، تو خیلی هم انسانی. اونهایی که این دید و این ذهنیت تو ایجاد کردن آدمای کثیف و پستی هستن. واقعا بچه‌ای که اصلا باید بالای یعنی تاپ لیست یک جامعه بچه‌هاشن، شما جای دیگه میری میبینی چقدر ارزش و احترام برای بچه‌هاشون قائلن. اصلا کنار نزدیک مدرسه میشی، سرعت 1 کیلومتر از مدرسه از اون سرعت مجاز جلوتر باشه، چنان بلایی سر آدما میارن که تو درک نداریم بچه اینجوریه. یا بچه‌هاشون سوار کارسیت نباشه، پلیس پدر مادر رو ممکنه ببره زندان. تو پدر تو مادر مثلا انقدر درک نداری رو نسبت محافظت از بچت، انقدر بچه ارزشمنده و بعد ما میایم سر مسائل اینجوری به خاطر عدم آگاهی یک اطلاعاتی به این بچه میدیم که فقط افسرده میشه، فقط عذاب وجدان داره، عزت نفس اون بچه تو اون سن خورد میشه. بله. و این بچه دیگه آدم بی عزت نفس میشه. اگه بخوایم به پدر مادرها حالا بگیم که مثلا یک آگاهی بدیم راجع به این مسئله، چی بگیم بهشون؟ بگیم که چی توضیح بدن به بچه؟ چون باید کنترل شده هم باشه، از این طرف نمیشه کاملا منع بشه. قطعاً. اول خب ببینید این یه بحث آخه یک جمله‌ای نیست واقعا. یک بحث پروسه آموزش‌های جنسی و آموزش‌های سکس یک بحثیه که کتاب‌ها در موردش هستش. ما نمی‌تونیم جمله‌ای بگیم، ولی نکتهش اینه که اول پدر مادرها لطف کنن خودشون سطح آگاهیشون رو ببرن بالا و با مشاور اگر لازمه صحبت بکنن، مطالعه بکنن، روانشناسایی که در زمینه سکس هستن باشون صحبت بکنن، آگاهی‌های جنسی خودشون بره بالا. بچه باید از یک سنی نسبت به اندام خودش آگاهی پیدا بکنه، از تغییرات بدنیش آگاهی پیدا بکنه. توی دختر بچه که داره بالغ میشه تغییر سینه‌ش رو باید آگاهی پیدا بکنه، رشد موها، تغییرات هورمونی. این قدم اوله. خب این بچه داره مرحله به مرحله که داره بلوغ رو طی میکنه باید آگاهی پیدا بکنه نسبت به اون مرحله که توش قرار داره. بله الان شما 10 سالته 11 سالته، این بچه باید بدونه که این پروسه منسترویشن یا پریود توش اتفاق میفته. یه دفعه دختر بچه مثلا 10 ساله 11 ساله هیچ آیدیایی نداشته باشه، با این قضیه یک قضیه استرس آوریه براش، اون دلدردی که میگیره. حالا اینها یکم سنا عقب افتاده، خیلی خوبه، حالا حداقل ذهنیت رشد ذهنی بچه بالاتره. مثلا تو 12 سالگی خب اینها رو باید به هم دیگه بگن، مادرها براشون بگه، پدرها برای پسرها بگن، یا حالا جنسیتی هم نیستش، برای هم توضیح بدن چرا یک دختر از پریود شدن خجالت بکشه، چرا احساس شرم بکنه، چرا یک دختر بچه از پریود شدنش باید احساس شرم کنه، چرا؟ چون خانواده‌اش بهش القا کردن. چرا؟ این یه فیزیولوژیه، یه بدنته، این طبیعت بدنته و اتفاقا باید به خودت ببالی که به خاطر کل پروسه تولید مثل، به خاطر این سیستمه، کل بقای نسل بشر به خاطر این پروسه سیکل ماهیانه پریود شما هستش. دلیل نداره که تو عذاب وجدان بگیری، دلیل نداره از بقیه وقتی مثلا پریودی تغییر هورمونی داری اعصابت خورده بقیه مخفی کنی، زشته، خجالت بکشی. اینها آگاهی‌های استپ بای استپ. بعد میره تو رابطه، تو ریلیشنشیپ. خب حالا ممکنه این اتفاقا برات پیش بیاد، ممکنه تحریک بشی و یک لذت جنسی ببری، اینجوریه این کارو بکنی، این کارو نکنی، اینها باید افراط تفرید نشه. تو رابطه باید این کارا رو بکنی، باید واکسن زده باشی، باید از محافظ استفاده بکنی، باید مثلا قبل سکس. الان چرا HPV موضوع نهفته ولی موضوع اول جامعه ما؟ الان شما توی همین اینستاگرام ببینین همه دارن، هر کسی یه گوشه نشسته بود داره خودش برای خودش یه روزه میخونه، یکی چیز میفروشه، نمیدونم کانادرما میفروشه، یکی سیر سیاه میفروشه، یکی میگه من راه پیدا کردم. کاسبی میکنن از عدم آگاهی.
الان چرا HPV موضوع اوله؟ به خاطر اینکه واکسن نمیزنن، به خاطر اینکه واکسیناسیون نیست. الان توی دنیا و توی جهان اول با توجه به اینکه واکسیناسیون HPV 10 سالگی 11 سالگی تو دوران تینیجری انجام میشه، این مسئله دیگه اصلا خیلی براشون مطرح نیستش. ولی تو دوران ما، توی شرایط ما الان مثل یک موج بلندیه که تازه دارن آقای 65 ساله میاد پلو من با HPV، خب میگه من 10 ساله دارم، حالا یه روابطی هم داشته، بعد زندگیش هم رفته رو هوا، هیچ آگاهی نداره. حالا اون که به کنار، تا بچه پسر دختر، بچه 15 16 ساله، آگاهی رو مادرها بهشون بدن، پدرها بهشون بدن، همچین بیماری‌های جنسی هستش. شما اگر بچه رو منع کنی از ارتباط، حالا تو هر سنی، خب ارتباطات زیر پله‌ای شکل میگیره، ارتباطات مخفی شکل میگیره. من نمیگم که ارتباط باید از اول باشه، نه اصلا. خیلی ها هستن آگاهی دارن، انتخاب میکنن که رابطه داشته باشن در سنین بالاتر، خودشون رو دوست دارن نگه دارن، این عقیده رو دارن که من دوست دارم سکسم رو با پارتنر اصلیم، با همسرم داشته باشم و این قابل احترامه. ما اصلا سوق نمیخوام بدیم بحثمون رو به این که آقا همه بخوان همه سکس داشته باشن، بی بنده باشه، ولی میگم آگاهی داشته باشه، آقا بدونه و نکنه، و اگر یه باری کرد حداقل طبق اصولش باشه. بابا مامانا باید از همه بهترن، پدر مادرها از همه بهترن و خب طبیعتا آن چیزی که در مدارس آموزش میشه که ما اونو نمیتونیم عوض کنیم، در مدارس، در دانشگاه این چیزا رو نمیتونیم عوض کنیم آموزش ها رو، ولی خب پدر مادرها اول خودشون آگاهیشون بره بالا و بعد برای بچه‌هاشون صحبت کنن. دقیقاً درست فرمودین کاملا. و حالا یه سوال آخرم من ازتون بپرسم، خسته شدین؟ خواهش میکنم. راجع به زود انزالی میشه بهمون یه توضیح بدین؟ اینکه آیا واقعا یه درمان سریع دیگه وجود داره یا نه طول میکشه؟ با تمرینات امکانش هست یا نه فقط دارو؟ زود انزالی هیچ درمان قطعی وجود نداره در موردش و یکی از مشکلات بشر در طی سالهای اخیری که راهکارهای مختلفی هی براش اومده آزمون و خطا شده، ولی اینی که نسخه‌ای باشه و تجویزی باشه که من بگم و بیمارم 3 ماه 4 ماه یک داروی مصرف کنه، یک کاری بکنه و این برطرف بشه، نه. البته که در مواردی که افراد خوب هستن، اوکی ان، تایمشون مطلوبه و در پروسه های استرسی و استرابی دچار این قضیه میشن، خب اونها با داروها استرابو کم میکنیم، تایم سکسشون هم مطلوب میشه. ولی اول باید در مورد زود انزالی بیایم به این صحبت برسیم که اوکی تایم مطلوب چه تایمیه. خب دوباره برمیگردیم فلش بک میزنیم به یک فیلم پورنی که 40 دقیقه دارن سکس میکنن. آیا واقعیت اینه تو همه؟ نه. تعاریفی که در مورد سازمان بهداشت جهانی در مورد انزال زودرس شده و انجمن‌های سکسولوژی در مورد انزال زودرس شد کردن، اورگاسم و انزال در آغاز زیر 1 تا 2 دقیقه، بعضیا حتی WHO میگه زیر 1 دقیقه، بقیه سازمان ها میگن زیر 2 دقیقه آیلت، یعنی اون تایم اینتراواژینال، تایم پنتریشن، تایم دخول، فقط دخول. حالا از یه طرفی اومده یه تبصره گذاشته و حالا تایمی که فرد و پارتنرش رضایت نداشته باشن، یعنی عدم رضایت رو هم اومدیم دخیل کردیم و یک لذت جنسی داره برای فرد، برای خودش و برای پارتنرش. حالا این لذت جنسی دوباره ممکنه که به خاطر اون ذهنیتش شکل گرفته، من باید 30 دقیقه سکس کنم که لذت ببرم، خودش به خودش القا کرده، نشخوار کرده و خانوم هم همینطور. حالا بعضی از افراد خب اصلا نه، عکس خانوم ها خیلی کمتر درگیر این قضیه میشن، اصلا از یک تایمی دیگه مرحله سکس، حتی سکس واژینالش ممکنه براشون دردناک باشه، اذیتشون کنه، ولی خب آقایون بیشتر این رو دوست دارن. ولی با وقتی بدن خودش رو بشناسه و بدن شریکش هم بشناسه، میفهمی که چه تایم مطلوبیه برای خودش. حالا 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، واقعا 4-5 دقیقه تایم مطلوبیه برای سکس، چیزی که همه جا در نظر میگیرن براش از دخول تا انزال. ولی از یه طرف خب خانم ممکنه با 1 ساعت سکس هم به ارگاسم نرسه، در صورتی که مشکل یه چیز دیگه است، مشکل چیز دیگه علت ارگاسمش چیز دیگه. دقیقاً. ولی 4-5 دقیقه تایم مطلوبی هستش و راهکارهای اون هم بیشتر مسائل حالا استرسی، استرابی، خب با درمان‌هایی که ما استرس استرابو کنترل می‌کنیم، تکنیک‌های روانشناسی، تکنیک‌های همین استرسه. دقیقاً. فردی که خیالش راحت باشه، ذهنش آسوده باشه، تایمش قطعاً بهتر میشه. یه نکته دیگه تعدد رابطه و ارگاسم هست، یعنی
آقایی با همسرش مثلا ماهی یک بار سکس داره، انتظار داره که و خب معلومه وقتی تو ماهی یک بار داری سکس داری، خب تایمت کوتاه میشه. این یه چیز طبیعیه و باز تازه همون باعث میشه دورتر بشن از هم. و خانم صداش در میاد میگه این بیرون داره یه کاری میکنه. این اتفاقات زیاد میفته. خانومش با آقاش با همسرشون میان میگه آره معلوم نیست کجا، اصلا ماهی یه بار 2 ماه یه بارم سراغ من نمیاد دکتر، این من نمیدونم کجا میره. عملا جلوی زن و شوهر جلوی من به من دارن میگن، در اصل این مشکلات رو باید تو خودتون حل کرده باشید. ولی آقا هم وقتی من شرح میگیرم میبینم نه بنده خدا چون اعتماد به نفس رو توی سکس نداره، هی سرکوب کرده این حسشو. میگه من که خب الان سکس میکنم ارگاسم میشم، بعد اون بهم سرکوفت میزنه، بعد خودم که ناراضی نیستم، بذار نکنم، بذار ولش کن، اصلا سکس نخواستم، عطاشو به لقاش بخشیدم. بعد دوباره خانم میگه این نمیاد سمت من، این منو دوست نداره، این یا به منو دوست نداره حالا تو بهترین حالاتش، یا اینکه داره خیانت میکنه. به اصطلاح میگن میس آندرستندینگ میشه بین دو طرف، نمیفهمن زبون همو، سوء تفاهم میشه. بله. نمیفهمن همدیگه رو. و خب حالا ما آموزش داریم دیگه، آموزش های تکنیک های اسکویزه که میگیم آقا مثلا داری به ارگاسم میرسی پوزیشن تو جابجا کن، اسکویز کن، نشکون بگیر، استاپ استارت کن. اینها کمک میکنه. حتی اسپری لیدوکاین اگر فکر میکنی میتونه تو ناحیه‌هایی که تحریک پذیری داره استفاده بکنی. ترکیبات دارویی 2 دسته است. ترکیبات دارویی مخدریه که وابستگی میده و ارکشن رو خراب میکنه، و ترکیبات دارویی SSRI ها یا همون داروهای ضد افسردگیه. ما به خاطر افسردگیش نمیدیم، با مهار گیرنده سروتونین تایم سکس رو زیادتر میکنه، ولی خب باید طولانی مدت مصرف بشه. یه کاریه که یه جوری تخصصیه. تمرینات کگل با تقویت عضلات کف لگن کمک میکنه. خود اون تزریق ژلی که فیلری که انجام میشه تایم فرد رو طبق مقالات 50 تا 70% نسبت به آنچه که بوده بهبود میده. چرا فیلر چرا توی گیرنده‌های حسی ناحیه کلاهک و زیر کلاهک انجام میشه، تزریق میشه، خب سنسشون اون تحریک بیش از حدشون دیرتر رخ میده. ولی حالا آقایی که آیا تایم سکسش 10 ثانیه هست 30 ثانیه هست، حالا 30 ثانیه 50% اضافه بشه کمکش میکنه؟ نه. 30 ثانیه بشه 40 ثانیه 45 ثانیه هم کمک نمیکنه. ولی خب این کار مثلا تو کسی که تایم سکسش مثلا 6-7 دقیقه است میخواد 4 دقیقه اضافه تر بشه کمک میکنه. اعتماد به نفس افراد، تعدد سکس، یعنی تواتر رابطه رو داشته باشین، منظم داشته باشین، تو فضا و شرایط استرسی نباشه، خسته نباشین، وقت بذارن برای این قضیه. یه سری تمرینات بدنی هم هست توی سکس تراپی داده میشه. قطعاً اصلش تمرینات کگل خیلی با کنترل فرد روی عضلات ناحیه تناسلیش میتونه تایم رو بهتر بکنه. کگل هم خیلی تاثیر داره به شرطی که منظم انجام بشه. فیزیوتراپیه دیگه، یه جوری فیزیوتراپیه برای کف لگنه و خیلی در لانگ ترم موثره. دراز مدت 6 ماه باید انجام بده تا نتایج معجزه آساش رو ببینه تو بدن خودش. بی‌حس کننده‌های موضعی هست، درست استفاده بشه اشکالی نداره. مثلا حالا بحثم خودمون، مریضم میگه آقا من مثلا هیچ حسی ندارم وقتی اسپری استفاده میکنم، حالا ارکشنم میره. من میگم عزیزم خب مثلا هر کسی باید بدون خودش حساس ترین نقاط کجاست. توی اندام تناسلی آقایون زیر کلاهک در محل خط نگاه بیشترین گیرنده ها هست و بعضا تو برخی افراد خود کلاهک. میگم اوکی فقط جاهایی که تو فکر میکنی بیش حساسیت زیادی داره رو بیومار کن، 2 تا پاف اسپری بزن، بذار بدنه حس رو منتقل کنه، لذت تو ببری. اونجایی که یکم حسش زیاده اونجا رو مهار کنه. اون پروسه که گلو اینها رو دست به دست هم میدیم، همه چی با هم. آره یه کمپلکسه. این نیست واقعا من بگم که اوکی فتق داره برم عملش کنم و فتقشو درمان کنم مشو بذارم و تمام. این پروسه هم تیم ورکه که نقش اصلیشو تو این قضیه فرد و پارتنرش بازی میکنه. پارتنری که هی مدام به شریک جنسیش سرکوف بزنه، خب این خورد میشه دیگه، این نمیتونه این کاری رو بکنه. رو میاره به ترامادول خوردن، ترامادول میخوره یکی یه مدت خوبه، 6 ماه 1 سال با یکی اوکی، بعد مثلا 2 تا میشه، بعد 3 تا میشه، بعد چرا ارکشن ندارم، میره ماشاءالله همه هم که دکتران عطاری، خب یه ویاگرا میخورم 2 ویاگرا میخورم، بعد 5 سال میبینم این آدم برای یه سکس باید 4 تا ترامادول بخوره، 3 تا قرص سیلدنافیل بخوره. خب چی؟ و از راه درستش باید اقدام بکنن. از راه درستش رو زمان بذارن براش، نه که انتظار نتیجه سریع نداشته دکتر به من یه قرص بده، من حوصله ندارم. عزیزم حوصله نداری؟ اوکی همینه دیگه، نمیشه. سکس رو باید براش زمان بذاری. من وقت ندارم. وقت نداری برو به کارت برس. اگه فکر می‌کنی
توی رابطه تو با همسر چیزی مهمتر از سکس هست، برو به اون برس. دقیقاً اگه وقت نداریم خب رابطت همینه دیگه. اگه قراره چیزی رو تو رابطه تغییر بدی، روابطت با همسرت هم همین شکلی که الانه، زود انزالی هم همینه. مثل آدم چاقیه که من وقت ندارم ورزش کنم ولی لاغر شم، اوکی نمیشه. درد سر داره، میخوان راههای میانبر برن و هزار ولی خب نمیشه. من یه صفحه براش می‌نویسم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. دکتر دارو چی میدی؟ اصلا اینو نمیخونه. من یه رو براش وقت میذارم، براش توضیح میدم، نمیخونه اینو. دقیقاً. و منتظر معجزه. دقیقاً. حداقل تو مورد سکس واقعا همچین معجزه‌ای وجود نداره. الان یه سری تبلیغات آقا ما جراحی میکنیم، برای ما خیلی میفرستن، جراحی علم میکنیم، مثلا گیرندار برمی‌داریم. اینا واقعا هیچ کدومش اثر اثبات شده ای نداره. داره توش آزمون خطا میشه واقعا که راهکارهای مختلف هی تست بشه برای اینکه معجون‌هایی که تبلیغش میشه. اونا که کلا هیچی، اونا رو کلا بذاریم کنار و همشون اگر واقعا چیزی باشه که موثر باشه تمامشون حاوی مخدره. به تو متاسفانه افراد اعتماد میکنن میخرن تمامشون. من میگم که بدونن که مخدر هستش، یعنی قرص B2 قرص شربت متادون نمیدونم میکس میشه ترامادول خورد میشه، بدون و بخور، اوکی مشکلی نیستش. اگه بدونی که اونه اوکی بخوای بخوری خودت انتخابته، ولی اینکه ندونسته نخور. گول میزنن خودشون رو. دقیقاً. و همین، من دیگه سوالات همه رو پرسیدم. خیلی ممنون از شما. فقط اینکه من یه درخواستی از شما دارم، بچه‌ها اگه سوالی داشتن تو کامنت ها بنویسن، شما به ما قول بدین که یه سری دیگه ما بیایم اون کامنت ها و سوالاتی که افراد داشتن رو بررسی کنیم. حتما واقعا هم دوست دارم این کار رو. وظیفمونه که حالا حداقل به عنوان کسانی که متولی در این زمینه داریم کار میکنیم بتونیم به صورت نسبی آگاهی بخش بدیم. باعث افتخارم خواهد بودش. و خیلی چون آگاهی راجبش کمه، بسیار کمه، به نظر من خیلی میتونه موثر باشه برای افراد. امیدوارم همین باشه. بله خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم. ممنون از شما. ممنون از وقتی که به ما دادین. خواهش میکنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک، کامنت اگه سوالی داشتین و سابسکرایب هم یادتون نره. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.